بسم الله الرحمن الرحیم. پیش آمده شهادت رأس و رئیس مذهب امام ابو عبدالله جعفر بن محمد این روزی که در پیش و صاحب این روز درک عظمت هر دو، هم اون زمان و هم اون واقعی که در اون زمان اتفاق افتاده، از حوصله درک همه افکار بالاتره. نه کسی به حقیقت این مذهب رو شناخته و نه صاحب این مذهب را. یک جمله او، یک کلمه او دوای درد تمام بشریت. یک حدیث کافیه که تمام انسانیت را از مهالک دنیوی و از مهالک اخروی برهاند و به اعلی درجات ملأ اعلی برساند. وقتی امام جعفر صادق شناخته میشه که کنه کلمات اون حضرت درک بشه، حالا چون پیش آمد یک حدیث از اون حضرت که شیخ الطائفه در امالی نقل می کند طرح می کنیم. اون حدیث اینه: بر شما باد به ورع، صدق حدیث، اداء امانت، عفت شکم و دامن، تا با ما باشید در رفیق اعلا. این جمله ها به این کوتاهی، اما هر کلمه ای کتابی شرح می‌خواهد، مقدمه فهم این حدیث توجه به این جهته: در قرآن مجید به این نکته بسیار اهمیت داده شده که انسان برگردد به گذشته و ببیند چه بوده و چه شده
اگر این مطلب فهمیده بشه اون وقت عظمت این چند کلمه روشن میشه. همون طوری که دوران رحم مادر مقدمه‌ای بود که نطفه این بدن در اون ظلمات شکم و رحم و مشیمه خلقا بعد خلق تکمیل بشه و تمام قوا و اعضایی که سرمایه حیات این دنیاست به این نطفه داده بشه. همچنین دنیا با آخرت نسبتش نسبت رحم مادر به نشأه دنیا. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. هل اتی علی الانسان حین من الدهر، اصلا کیفیت بیان در کلام خدا محیر العقول، به صورت استفهام افکار بشر رو بیدار میکنه. نتیجه اینه که برگردید همه شما، هر انسانی ببیند، ورق بزنه این دفتر زندگی گذشته را تا برسد به اولین ورق. قبل از اون ببیند چه بوده. لم یکن شیئا مذکورا، نام و نشانی از این انسان نبود. هر کسی که اینجا نشسته برگرده اون گذشته رو ببینه. 100 سال قبل از همه این افراد چه اثری بود، چه نشانی؟ اینها کجا بودند؟ بعد که دلها رو اینجور متوجه میکنه میفرماید انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. حالا هر جمله از این آیه هم بحثی داره، یک کلمهش شاهد این مطلبه. ما انسان را از نطفه مختلط آفریدیم. این نطفه مختلط چه بود؟ این نطفه امشاج چه بود؟
یک قسمت از مرد یک قسمت از زن، این دو مبدأ این خلقت شد. اون وقت همون نطفه در ظلمات شکم مادر تحت اون عنایت از علم نامتناهی، قدرت بی انتها، حکمت نامتناهی به این صورت در آمد: بینا، شنوا، توانا، دانا، مغزی با اون الیاف و با اون دستگاه های پرپیچ و خم برای ادراک، چشمی با اون طبقات برای ابصار و دیدن، گوشی با اون تشکیلات برای شنیدن، دستگاه هایی که هر یک چندین هزار سال مورد مطالعه مغزهای بشره و هنوز از اسرار یک پوست سر در نیاورده تا برسد به اسراری که در مغز، در قلب. این چنین در تاریکی شکم مادر قوا را، اعضا را داد. در اون ظلمات اگر اون نطفه ادراک و شعور می داشت، قهرن این مسئله معضله‌ای بود براش که این رفتارها با من برای چیه؟ من که در اینجا احتیاج به این مغز ندارم، من که در این پرده بسته شکم مادر احتیاجی به این چشم ندارم. اینجا صدایی نیست که گوش بخواهد، غذایی نیست که هاضمه بخواهد، هوایی نیست که ریه بخواهد، کلامی نیست که زبان بخواهد، ولی او همه را داد. وقتی آمد به این عالم اون وقت روشن شد. اگر این چشم اونجا ساخته نمیشد، اینجا از چه محروم بود؟ اگر این گوش اونجا داده نمیشد، اینجا چه صدایی رو میشنید؟ اگر این زبان در شکم مادر در این کام نهاده نمیشد، اینجا چطور تکلم میکرد؟ عیناً وضع ما در دنیا نسبت به آخرت اینه. همون طوری که بدن ما از نطفه امشاج ساخته شد، روح ما هم، مغز ما هم از نطفه امشاج ساخته شده. عقل با شهوت هر دو در مایه روح ما ترکیب شده. این دنیا رحم روحه.
همونطوری که شکم مادر رحم جسم ما بود، دنیا رحم جان و روح ماست. انبیا مرسلین قوای تربیت کننده قوا و اعضاء نطفه روحن برای حیات عالم ابد. کسی میفهمد بیان امام را که این حقیقت رو درک کنه. حالا در دنیا به این نطفه، یعنی نطفه روح آدمی، دستور میدهند که عقل را بپرور به علم، اراده را تقویت کن به ایمان، رذائل اخلاق را دور کن، مکارم اخلاق را جلب کن. همچنون که اون بچه در شکم مادر متحیر بود، اگر شعور داشت که این چشم و گوش و زبان برای چیه، در اینجا هم متحیره که این نماز 5 وقت برای چیه. آیا این جلوگیری از آلودگی به گناه برای چیه؟ آیا این همه تأکید به صدق لسان، به اداء امانت برای چیه؟ تا در رحم مادر دنیا خبر نداره. همچنان که تولد دوم پیدا شد، تولد اول تولد بدن ما بود که از رحم مادر به این دنیا آمد. تولد دوم مرگ ماست که از رحم مادر دنیا منتقل می شویم به نشأه عقبی. اونجا روشن میشه که این دستورات برای چه بود. کسی که در اینجا تارک الصلاة، به مجرد این که روح از این بدن خلع شد، کور است و لاله. چرا؟ سرش چیه؟ نکتهش اینه: کسی که نماز رو ترک کنه، خواه ناخواه چشم روحش کوره، زبان جانش لاله. چرا چشم روح کوره؟ چرا زبان نفس لاله؟ وقتی نماز از میان میره، سرش اینه: تمام ذرات وجود، تمام کائنات، از همه سلولهای این بدن تا کهکشانها، همه گواه علم و قدرت و حکمت حی قیوم. همه اینها سر تا سر ترکیباتشون، نظامشون نشون میده علم و قدرت و حکمت رب الارباب را.
کسی که نبینه چشم بدن این رنگ ها رو میبینه، اما چشم روح آیات علم و قدرت و حکمت خدا را نمیبینه. خواه ناخواه نتیجهش اینه تا از این عالم رفت، روح از این رحم بیرون آمد، میبینه کور و نابیناست. اون نماد ذکر خداست. ذکر خدا زبان روحه. وقتی در این نشأه نداشت، به مجرد اینکه از این عالم رفت لاله. اگر این نکته فهمیده شد که همون طوری که رحم مادر لازم بود و خلقت این اعضا، رحم مادر دنیا هم لازم است و ترکیب و تنظیم قوا اعضا جوارح روح انسان، منتها اون ترکیب اعضا برای بدن در دنیا، این ترتیب عقاید و اخلاق و ایمان برای حیات روح انسان در عالم عقبی، اون وقت میفهمد مذهب جعفری چیه، رئیس این مذهب کیه، همون کسیه. دو کلمه بسه، یک کلمه از خود خاتم، یک کلمه هم از فرزندش که صاحب این ایامه. اما خود اون حضرت فرمود لیس منی. خوب دقت کنید، خاتم النبیین کیه؟ اون کسیه که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یک همچه کسی به این شدت در اینجا این کلمه رو فرموده، از من نیست اون کسی که نماز را سبک بشمرد. بعد جمله دوم کمر شکنه و اون جمله اینه: در حوض کوثر بر من وارد نمی شود لا والله. قسم، اون هم قسم جلاله از شخص اول عالم، که کسی که نماز رو سبک بشمره در حوض کوثر بر من وارد نمیشه. این کلمه اوست. بیان صاحب این ایام هم اینه. ابو بصیر گفت بعد از شهادت امام ششم من رفتم برای تسلیت ام حمیده، بانوی اون حرم سلام. بعد وقتی رفتم تسلیت شهادت امام ششم را ابراز کردم، فرمود ابا بصیر اگر بودی دم جون دادنش امر عجیبی میدیدی. هنگامی که خواست از دنیا بره
دم جون دادن جعفر ابن محمد تصور مطلب فوق تعقل ماست، یعنی اون لحظه ای که ارواح 124,000 پیغمبر آمدن که روح او را به ملأ اعلا ببرند، در همچه هنگامه‌ای دستور داد که تمام اون کسانی که با من رابطه‌ای دارند، قرابتی دارند، همه را خبردار کنید، کسی دیگه نمانه. همه اونها را خبر کردیم. بعد که همه جمع شدن، کسی از اونها باقی نماند. اون وقت این کلمه را گفت، فرمود شفاعت ما نمی رسد به کسی که نماز رو سبک بشماره. اون کلمه پیغمبر خاتم، این هم گفتار رئیس مذهب که میفهمد عظمت این همه سفارش را. چرا؟ چون همه انتظار بشر چیه؟ اینه که به هر مقامی برسه، به هر کمالی برسه. خوب دقت کنید بفهمید سر این کلمات را. همه انتظار هر بشری اینه، خاصیت انسان اینه که از هیچ مقامی کمالی سیر شدنی نیست. اگر به دنیا افتاد، در دنیا طمع حد یقف نداره. روح انسان هر چه پیدا کنه میگه هل من مزید. اگر به علم و حکمت رسید، هر چه بفهمد باز مرحله بالاتر رو میطلبه. این خاصیت فطرت انسان. این نهاد فطرت برای اینه که بشر برسد به کمال مطلق، مطلق الکمال. تا به اونجا نرسه آرام نمیگیره. وقتی به اونجا رسید آرام میگیره. قرآن رو بخوانید بفهمید. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی به اونجا رسید دیگه آرام میگیره. چرا؟ چون وقتی به خدا رسید، به غرض از این خلقت به کمال مطلق، به مطلق کمال رسیده. سید الشهدا جملهش اینه، با خدا که حرف میزند در دو کلمه خلاصه میکنه. اون کس که تو را یافت چه چیز گم کرده، اون کس هم که تو را گم کرد چه چیز پیدا کرده. اینه که پیغمبر جملهش اینه، از من نیست کسی که نماز رو سبک بشمره،
امام ششم هم دم جون دادن، وصیتش اینه شفاعت ما به کسی که به نماز استخفاف کند نمیرسه. سرش اینه که نماز بشریت رو به خدا میرسانه، غرض از خلقت محقق میشه. اینه که مذهب جعفری و بیانات امام ششم برای کسانی عمقش روشن میشه که همه دقایق زوایای خلقت اسرار وجود رو بفهمن. اون وقت میفهمن این کلمه یعنی چه. 4 کلمه اول صحبت گفتیم. علیکم بر شما باد، این بیان حضرت بر شما باد. خود تعبیر علا بحثی داره دیگه، وقتش نیست. بر شما باد به ورع. ورع چیه؟ ورع اینه که از اون چه خدا حرام کرده خودتو حفظ کنی. این کلمه اول. کلمه دوم که بر شما بود، همین یک حدیث را از این جلسه بگیرید، بعد ببینید اثرش چیه. کلمه دوم صدق حدیث. دروغ بر این زبان جاری نشه. لسان صدق باش. این هم کلمه دوم. کلمه سوم اداء امانت. در امانت خیانتی از تو سر نزنه. کلمه چهارم عفت شکم و دامن. این 4 کلمه است، اما 4 رکن سعادت بشره. اما اون ورع روح رو از همه آلودگی ها تزکیه میکن. همون طوری که این بدن را در مقابل میکروب ها باید بیمه کرد، ورع روح را در مقابل همه مفاسدی که ریشه حیات ابد رو میسوزانه بیمه میکن. این کلمه اول امامه. کلمه دومش اینه که زبانت به دروغ آلوده نشه. این جمله قوقایی میکنه. زبان اگر راست شد دل راسته، زبان اگر کش شد دل کش. زبان منحرف کاشف از قلب منحرفه. قلب صادق زبان صادق میطلبد. این هم کلمه دومه. کلمه سوم دست آلوده به خیانت نشه. دست امانت باشه. بنازم کلمات این زعماء دین را. امام چهارم فرمود اگر قاتل پدرم سید الشهدا اون شمشیری را که با اون شمشیر سر پدرم را از بدن جدا کرده به من بدهد، در امانت او خیانت نمی کنم. این مذهب جعفری. این هم کلمه سوم. کلمه چهارم عفت شکمه.
اثر اون کلمه چیه؟ روح به بدن مربوط، بین روح و بدن ارتباط جوری عمیقه که روح فاعل و منفعله، بدن هم فاعل و منفعله. هم بدن در روح مؤثره، هم از روح متأثر، هم از اون طرف روح از بدن مؤثر در بدن. اون لقمه حرامی که آدم میخوره فکر حرام تولید میکنه. اینه که فرمود چهارم عفت شکم. اون کلمه آخر عفت دامنه. اگر کسی شهوت شکم و شهوت دامن را زنجیر کرد، اون وقت است که عقل منور میشه، به انوار الهیه، زبان صادق، دست امین، عفت شکم، عفت دامن، ورع از همه محرمات خدا. نتیجهش یه کسی که به این چهار کلمه عمل کنه، معنا فی الرفیق الاعلی، با ما خواهد بود در اعلی علیین. یک حدیثه. این حدیث را که گفتم همه فکر کنید، اگر این حدیث در این مملکت عملی بشه، جامعه چه جور بشه؟ یعنی اگر افراد این مردم به یک جمله امام ششم عمل کنن، به یک حدیث رفتار بشه، در این مملکت چه غوغایی خواهد شد؟ ورع، صدق حدیث، اداء امانت، عفت شکم و دامن، دیگه در مملکت مفاسدی نمیمانه. سر تا سر مدینه فاضله‌ای که به خیالش افلاطون مرد، اون مدینه فاضله را یک حدیث امام جعفر صادق تشکیل میده. این میشه حیات دنیا. اون وقت حیات عقبا هم کان معنا فی الرفیق الاعلی. کسی که این چهار مطلب رو عمل کنه هم نشین امام جعفر صادق میشه، اونم در اعلی علیین. هم نشین سید الشهدا میشه، در اون مقام خلد برین. این یک حدیث رئیس مذهب بود. حالا همه بیانات او چیه؟ اینه که امام جعفر صادق شناخته نشد. گفتنی نیست که او که بود، چه کرد، چه گفت. دو کلمه میگم، برید یک عمر فکر کنید با خدا چه کرد، با خلق خدا چه کرد. اگر مردم بفهمند روز شهادت جعفر ابن محمد مملکت یک عاشق باید شیون بشه، بر ازای یک همچه بشری باید تمام مملکت ایران
روز شهادت اون حضرت در تب و تاب باشه. نمونه این بشر در عالم کجا دیده میشه؟ یکی آمد خدمتش اظهار حاجت کرد، 400 درهم بهش داد، 400 مثقال نقره. وقتی گرفت رفت، تا خواست از خانه بیرون بره فرمود برگشت. گفت ابن رسول الله حاجتم رو گفتم، عطا کردی، باز چرا مرا خواستی؟ فرمود بهترین صدقه اون صدقه ایست که فقیر را غنی کنه. این امام جعفر صادق. بهترین صدقه ایست که فقیر را غنی کنه. به 400 درهم تو بی نیاز نشدی. این انگشتر رو بگیر، 10,000 درهم قیمتشه. تا آخر زندگی دیگه حاجت نباید در خانه کسی ببری. رفتارش با خلق خدا اینه. اما با خدا چه کرده؟ با خدا رفتارش اینه. به نماز ایستاد، خودش گفت اونقدر گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین تا خود این آیه را از گوینده آیه شنیدم. این با خلق، این با خالق، همچه کسی رئیس این مذهبه. روز شهادت او روزیه که همچه بشری آرام گرفته. اون هم کجا؟ الان نگاه کن ببین، در بقیع، در اون قبر ویرانه چه گنجی آرمیده. کسی که با خدا و خلق خدا این چنینه، این بشر فرمانروای عالم کونه. ابن شهرآشوب ثقة الاسلام کلینی از جمیل ابن دراج نقل میکنه، میگه من خدمت اون حضرت بودم، یک زنی آمد گفت ابن رسول الله پسرم مرده، چه بکنم؟ بعد که این کلمه رو گفت، دستورش این بود، به اون زن گفت، فرمود برو 2 رکعت نماز بخوان. بعد از اون 2 رکعت نماز این کلمه رو بگو خدایا تو که این پسر رو به من بخشیدی، دوباره هم به من ببخش. همین جمله رو به اون زن فرمود. زن رفت و برگشت شادمان، گفت ابن رسول الله رفتم 2 رکعت نماز خوندم، گفتم ای کسی که به من بخشیدی دوباره هم ببخش. دست به بدنش زدم، از جا برخاست. یعنی چه؟ کاری که عیسی ابن مریم میکنه، عیسی روح الله به کلمت من اسم المسیح عیسی ابن مریم،
کاری که عیسی میکنه، یک زنی که نفس امام جعفر صادق به او خورده، اون زن هم کار عیسی رو میکنه. اینه که نه این مذهب شناخته شد، نه رئیس این مذهب. اکسیریه، نه خودش که فوق این کلماته. او اگر بخواهد به یک کلمه عالم رو زیر و زبر میکنه. به اون زنی که آمده نفسش که میخوره مثل اکسیری که به فلزی بخوره. اکسیر به فلز اگر خورد، نه فلز رو طلا میکنه، فلز رو کیمیا میکنه. نفس او به این زن خورد، زن رفت مرده رو زنده کرد. بعد امام فرمود این مطلب را به کسی اظهار نکن. انشاءالله همه مردم باید دست به دست هم بدهند. هیچ هیئتی که در روز عاشورا بیرون میاد نمانه، مگر این که روز شهادت امام ششم بیاد در خیابانها تا معلوم بشه به دنیا که این مملکت زیر پرچم کیست. کسیه که پیغمبر اسمش رو معین کرده، فرمود او که به دنیا آمد صادقه. امام زین العابدین فرمود اسمه عند اهل السماء الصادق. کلمه صادق شرح مفصلی داره. این مطلب فوق درک و تصور ماست. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.